حتما خیلیاتون این کلیپی که وایرال شده رو دیدین. این کلیپ از مسعود زمانی، یکی از ورزشکارهای خوب کشورمونه. برای خود من خیلی جالب بود که بدونم بدن مسعود تو این شرایط تحت چه نیروییه و چطور میشه یه انسان از همچین شرایطی زنده بیرون بیاد. اول از همه باید بگم نیروی پیشران خودرو از استکاک بین لاستیکاش و زمین تامین میشه. خودرو تا جایی میتونه به سمت جلو نیرو وارد بکنه که استکاک لاستیکاش جواب میدن. وقتی که نیروی مورد نیاز پیشران بیشتر از نیرویی باشه که میتونه از طریق استکاک فراهم بشه، لاستیکای خودرو شروع به سر خوردن و هرس چرخیدن میکنن که به این حالت بوکس و وات هم میگن. پس به این نتیجه میرسیم بیشتری نیرویی که خودرو میتونه وارد کنه برابر نیروی استکاک لاستیکایی که به موتور وصلن. این ماشین یه ماشین پژو پارسه. با یه سرچ ساده وزن این خودرو 11.65 کیلوگرم به دست میاد. از طرفی استکاک آسفالت و تایر یه چیز بین نیم تا 7 دهمه. میتونیم عدد 6 دهم رو براش انتخاب کنیم. توی این ویدیو وقتی که ماشین شروع به حرکت میکنه تا به بیشترین نیروی خودش که همون استکاک ایستای لاستیکای جلوش هستن برسه. اگه نصف وزنش رو لاستیکای جلو باشه، با یه محاسبه ساده و سرانگشتی به دست میاریم که یه چیزی هولوش 3500 نیوتن نیرو وارد میکنه. پس اون لحظه اول 3500 نیوتن که معادل حدود 356 کیلوگرمه به مسعود نیرو وارد میشه. این نیرو فقط برای چند لحظه دووم میاره و بعد از اون وقتی ماشین شروع به بوکس و وات و چرخ‌ها شروع به لیز خوردن میکنن، ضریب استکاک کمی کاهش پیدا میکنه و استکاک ایستایی به استکاک جنبشی تبدیل میشه که یه مقداری از اون کمتره. میشه برای اون ضریب نیم رو در نظر گرفت و بعد با این محاسبه ساده نتیجه میگیریم که نیرویی که در حال چرخش لاستیکا به مسعود وارد میشه یه چیزی هولوش 297 یا حدود 300 کیلوگرم. از اون به بعد هر چی ماشین بیشتر گاز بده، در واقع نمیتونه نیروی اضافه تری به بدن مسعود وارد بکنه. اما این نیرو برای نیروی جانبی خیلی نیروی زیادیه. اگه مسعود یه ورزشکار خیلی آماده نبود، اگه عضلات لت، شکم و پهلوی مسعود اونقدر قوی نبودن که بالا تنش رو به صورت کاملا عمود به خودرو نگه دارن، ممکن بود بالا تنش بچرخه و ستون فقراتش خورد بشه. اگه عضلات دلتوئید پشت بازو و عضلات پشت مسعود اونقدر قوی نبودن که بتونن شونه‌ها و بالا تنش رو باز و راست نگه دارن، ممکن بود شونه‌هاش از جا در بیاد و بدنش اونقدر تو هم فشرده بشه که له بشه. برای خودم خیلی جالب بود. امیدوارم برای شما هم جالب بوده باشه. دم آقا مسعودم گرم که الان خارجی هم راجع به کلیپاش صحبت میکنن. مخلص.